الحمد لله الصلاة والسلام على رسول. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر اهل اسلام، الحمدلله اینک ما خدا خواهد از مسجد تاج محل امروز من خلقی یعنی عزیز خدا خواهد یکی محله بهترین بالا الحمدلله بارون هم نگه نکرده خدا خواهد انشاءالله امروز کاری ما ادامه دارد. مقصد اساسی یگانه انشاءالله آباد کردن همین خانه خدا چی رحمت الهی امروز باریده شده، لیکن اهل جمعیت ما این هم نگاه نکرده برای رضای الله، برای محبت بستن به خانه خدا مساجد امروز غیرت و کوشش دارند. الحمدلله الله از همه ما و شما الله راضی شدگی باشد. آن برادرایی که خدا خواهد انشاءالله از دور و نزدیک خیر احسان کرده شد، یعنی انشاءالله کمی بیشه الله همیشه خدا خواهد راضی باشه. الله انشاءالله خدا خواهد همین مسافر عزیزه عینا انشاءالله خدا خواهد مردمی تاجیکستان زمین خدا خواهد انشاءالله مردم قرقیزستان و مردم ازبکستان زمینه که خدا خواهد امروز ما را دستگیری بکنن در امروز و در رزقش و در کسب و کارش الله برکات نماید. عزیزان من در دعا باشین انشاءالله زودتر مسجد ما انشاءالله خدا خواهد جامع امش رو بپوشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.